سلام، امیدوارم که عالی باشید. یه سلام بدم از طرف نینی. آقا من امروز خوشحالم. چرا؟ چون که میخوایم بریم باغ پرندگان. حالا چرا خوشحالم که میخوایم بریم باغ پرندگان؟ قضیه اینجوریه که من و شوهرم موقعی که دوست بودیم یه روز رفتیم باغ پرندگان، ولی از اونجایی که زمستون بود و زود شب میشد باغ پرندگان تعطیل شده بود. به خاطر همین بعد از مدت‌ها قسمت شد که بریم اونجا و اینکه یه چیز مهمتر میخوایم بریم جشن اعلام جنسیت نینیمون رو اونجا بگیریم. به نظرم خیلی جالب میشه. حالا ولاگ طولانیشو میگیرم، حتما ببینید. ولی یه چیزی هم بهتون بگم، خدایی من که میدونم نینیم چیه، خودمونیم دیگه، ولی شما تو کامنت ها حدس بزنید دختره یا پسره، ببینم چقدر حدستون قویه. برم وسیله هامو جمع کنم، لباس بپوشم، کلی کار دارم. یه ولاگ طولانی هم بگیرم از اونجا، از پشت صحنه هاش و اینا. حتما اون ولاگ رو نگاه کنید. که همین دیگه، ماچ بهتون فعلا.